دوستان جانم سلام. بریم ببینیم گردنبندای میخک چجوری درست میشن. خب اولش یکم راجع به گل میخک حرف بزنیم. گلای میخک وقتی که هنوز سبز و زردن از درخت جدا میشن. بعد توی آفتاب به مدت چند روز خشک میشن تا به این شکلی که ما همیشه اونا رو دیدیم در بیان. و اما برای بافتنشون باید اونا رو نرم کنیم. پس میخک ها رو یه شب توی آب میخیسونیم. سوزن ظریف میخوایم و نخ. بعد رشته های نخ رو به اندازه طول گردنبند و به هر تعدادی که میخوایم قپه میخکمون درشت باشه میگیریم. مثلا این گردنبند با 30 تا رشته نخ درست شده و این خیلی زیاده. وسط گردنبند رو گره میزنیم و بافتن رو از وسط شروع میکنیم. سوزن رو از ته میخک اول وارد میکنیم و دونه بعدی رو از کلش وارد میکنیم. و از بقیه نخ‌ها هم به همین صورت میخک‌ها رو رد میکنیم. وقتی همه رشته های نخ رو با میخک پر کردیم تهش رو گره میزنیم. بین قپه های میخک هر سنگ یا مهره‌ای که دوست داشته باشین میندازین که مال من کهرباست. و تمام. مرسی که همراه هم بودین. تو کامنت ها بهم بگین این آموزش چقدر براتون مفید بود و آیا دوست دارین یه گردنبند میخک برای خودتون درست کنید؟ دوستتون دارم. تا بعد.